مانده نباشید. روز بخیر. خوش آمدید. با فکرم سراغتان رو خطا کردید بابایشان. اینجا برای شما نیست. نه پسرم، این رو یک طرف گذار. میخواستم پرسم این اسبابتون رو چند ساعته یورا گرفتن ممکن است؟ البته مشکلی ندارد دوملو. درباره این آنقدر معلوماتی ندارم. رنگش رو هم تامین کرده میدید؟ البته با جان و دل. بسیار خوب، بسیار خوب. بابایشان این اسباب رو استفاده برده میتوانید؟ نه نمیتوانم. یگون بار استفاده بردگی نیستم. اگر خواهش کنم به من نشان میدید؟ البته دوملو، نشان میدهم. اول رسم رو در پوست کشیده، سپس توسط این اسباب رسمی کشیده همون رو رنگ و بار میکنیم و تمام. تمام. در کشیدن این یگان مشکلی نخواهد شد. بعد بالایش رو با اسباب رنگ میکنیم؟ با اسباب تک و بالای پوست رو رنگ میکنیم. یک سنجیده بینیم؟ نه التماس. 5 پنجه هم هنر است. همه خیلی میداریم؟ بله، مثل قلم آن رو میداریم. دوملو شما استا بوده اید؟ استغفرالله، تنها می آموزم. با مهارت بوده اید. در اصل من به یک شاگرد احتیاج دارم. با خدا میگویی که امامی رو بس کنم؟ امامی رو بس نکنید و در وقت خلگی آمده به من کمک رسانید. با خدا امر معروف بسیار دارم. بهتر اون می شود که بعدا نبیم استاد. مانده نباشید. مرحمت دوملو، چی خدمت کنم؟ من یک دوستم رو دیدن آمدم. دوستتون رو؟ بله دوستم رو، یعنی جسد دوستم رو. دوملو در اینجا آدم زنده نیست. درست. من هم برای آخران خواهش رحمتی رو به جا آوردن آمدم. دوملو او مرده است. چی خیلی خواهش کرد؟ بله راست میگوید. اما خودش هم خیلی خواهش کرده بود. با من گفته بود که در بالای سر جسدم یک دعا کنید دوملو. من هم رد نکرده خواستم خواهشش رو اجرا کنم. مرحمت. رحمت در پایان است؟ بله در پایان است. رحمت. خدایا چیکار کردم؟ با جسد آدم رسمی کلتک لس رو کشیدم. خدایا ما رو ببخش. ای اونال همش از پشت تو است. یا خدایا جسد در درون بوده رو ببخش و او رو به جنت داخل کن. خدایا او رو رحمت کن. دوملو بسیار با مهارت بودید. استغفرالله جناب. همین خیل. با تعریف هرزنده نیستم. نه تو هستی. مثل شما. پدر جان. لبای دوملو زیو بدی با زهرا خاندار شدنش در اینجا زندگی میکند؟ درست فکر کردی. شاید دوملو زیو نخواهد، اما من میخواهم که او در نزدیکی من باشد. چخیلی که شما فرمایید. پدر جان هیچ خواطر نشوید. دوملو زیو کیها باز در اینجا نیتی ایستادن دارد. این چه گپ؟ این چطور؟ در پیش دوملو همین خیل گپ ها میزنی؟ نه پدر جان، اویلیمو به همین هم کلان است و او چخل در اینجا زندگی میکند. فقط مقصدم همین رو فهمیدن بود. این خانه کلان به کدامی شما نمیرسد؟ نمیگوجید مگر؟ اینطور باشد به یگان خانه کلان میکوچیم. فروخ شاید بعد از توی به یگان جای دیگر کوچیم. چی فکر داری؟ لبای عزیزم میگویم که دوملو زیو با زهرو خانه دار میشوند کو. بعد از این ما به دیگر خانه کوچیم.
عزیزم من اول خانه‌دار شوم بله. اون وقت همش را حل میکنیم. ترسونچک. آها، درد اینها رو ببین و هم با داملازیا شاید زورا کوچیدن بخواهد و شاید جدا زندگی کردن بخواهند، مثل اپای حله و اقای اونال. این خواهش اونال بود. اما بعد این قدر کارها تو باید برای این آدم حتی نگاه نکنی. بابا جان راست میگوید، من هم مثل شما از او خشمگینم. پس امروز به پیش ادوکات رفته جدا میشوید. من آنقدر تیز قرار دادن نمیتوانم. دخترم باید زود قرار دهی. تو از پشت کلتک لسی حیوان در پیش و قدر نداری. این را بفهم. مرا هم به این بلا گرفتار کردی آقای اکرم. هی بابا جان این طور نگوید، التماس میکنم، به همان هم طاقت ندارم. برای طاقت کردن مجبور نیستی. اما من فکر جدا شدن را تا حال نکردم بابا جان. آقای اکرم، با این صحبت شما همراه شدنی نیستم. معلوم می شود که نبیره‌تان شوهرش را بسیار دوست می دارد. جناب، یک عائله رو ویران کردنش آسان است، اما این عائله رو داشتنش مهمتر است. در اصل درست میگوید او. چی گویم؟ باید گذشته شینیم، راست نیستیم. با اجازت شما جناب، من باید با نماز روم. خدا قبول کند. رحمت. آمین. مرحمت بشینید. حله جون، زوره کنم گوش نمی کند، اما با یک گپی گفته دامولا از روحش می گردد. به خدا این آدم با باید رو با انگشتانش بازی می داراند. حالا می بینی. چی کار کنم؟ پدر جان، یک قهوه تیار کنم؟ بله، با شکر. بله میدونم، نخود فراموش کنم. با تو هم تیار میکنم عزیزم. بیتول جون، اگر آقای اکرم رو میدیدی در آخر شب چنان سخن کرد که همه رو به گریه آورد. کاش که نمیرفتید مادر جون. چرا این در میگویی؟ داملازیا برای شما چی میشود که رفته به جای پدر و مادری و خواستگاری کردین؟ مگر این کاری بد است؟ مادر جون، برای آدمی بیگانه رفته خواستگاری میکنید، مگر این کاری ناجا نیست؟ دخترم، من آدم را از چشمانش میشناسم، تجربه دارم و هم داملازیا آدمی عادی نیست. حتی بار اول دیدنم چقدر آدمی خوب بودنش رو فهمیدم. تمام، گپ شما شود. خیر، شما رفته به جای این آدم خواستگاری کرده، لیکن این آدم مگر پدر و مادر خشتبار ندارد؟ خواستگاری به شما مانده است مگر؟ نه دخترم، نه. ندارد؟ نه ندارد. از همین سبب رفتیم. پدر و مادرش گذشتم. وفات کردن؟ بله. اگر میدونستم با او اینقدر سخت رفتار نمی کردم. سلام داملازیا. سلام خانم. سفر رو بخیر. با مسجد رفته ایستادم، کمی دیر موندم. برده رسونم شما رو؟ ممکن است که من خودم ماشین را رانم. البته ممکن. تمام. شیطان. اپا جان، کور هستی؟ چی هستی؟ لبه دامنه؟ با راهگردها راه دادن لازم. بله البته. از اون راه دادن دیر کردم.
میگم یه شاگرد. کمی دقتی نمیشود برادر؟ خیریت خانم زهرا ببخشید ماشین رو کمی تیز راندم وگرنه به نماز دیر میکردم. نه اونقدر تیز نروندید؟ الو چقدر؟ امیدوارم خبری خوش داری. خوب آفرین. الکی به اجرای نقشه گذاشتی؟ نقشه چی؟ اولی جمع با کی دم میزده باشده؟ تمام. مادر تو باز چی نیتی ناپاکی داری؟ خیر میبینیم. با حیات بازی میکنی. از اودهش میبروی ها؟ آن طرفش را فکر نکنید. پول را دهید همش حل میشود. حل شد. خدا قبول کنه بچه ها. روز بخیر. استاد باز چی شد هجری؟ استاد با سرم یک سوال اومد. بسیار ضروری است؟ ولی بسیار ضروری است. خوب پرس کنی. استاد فرض کردیم که با دروغ گفتن مجبور شدیم، خدا پناه دارد. خیر. بعد برای حقیقت را گفتن باز دروغ دیگر گفتیم. دوام ده. استاد بعد برای دروغ گفتن حقیقت را گفتیم کو. برای دروغ گفتن چرا وقتی دروغ را همراه حقیقت گفتن، یعنی از دروغ گفتن حقیقت را گفتن و یعنی چی بود؟ هجری تو چیکار کردی؟ خودت را گم کردی؟ استاد من حقیقت را با دروغ آمیخته کردم. حاضر همین کار شد هجری؟ زبانت پیچیده موند کو؟ خودم را گم کردم. پس چی بوده است؟ دفعه دیگر باز آماده میپرسی مالش؟ چخیلی که میگوین سخن بسیار دانو اندکی گوی، یکی رو صد مگو صدی رو یک گوی. هجری جان همه خیل بود. درست. خیر مالش. استاد شعری خوب گفتید. استاد چی بود مصرع‌هایش؟ سخن بسیار دانو اندکی. استاد چی بود؟ چرا من در حال ننوشتم؟ زهرا؟ بیتول چی حال داری؟ چقدر شده بود که هم دیگر رو ندیده بودیم. خیلی می شود که وانه خورده بودیم. خوش آمدی. خوب هستی؟ خوش باشی. خوبم. خودت چی حال داری؟ خوبم. مرحمت بشین. قهوه بیارم؟ نه تشکر زیاد، همینش کافی است. مادرم در کجا سیوال جان؟ کجای رفته است؟ شنیدم فوتیه شدی. تبریک میکنم. تشکر زیاد عزیزم. چه خیلی گذشت؟ بسیار خوب. خدا نصیب کند. تشکر زیاد. السلام علیکم. خوش آمده داملو. مرحمت چینید؟ نه تشکر ما میرویم. چه خیلی شما؟ خوب هستید انشالله؟ خوب هستم. شما خوب هستید؟ تشکر. با دعای شما گشتیم. الهی دعای ما خوب باشید. خیز میرویم. البته. اما داملو یکون چیز میخوردید؟ نه تشکر. یکون بار دیگر. مایلش. روز بخیر. تشکر زیاد. تا بازدید. تا بازدید. خیر داملو باز بیایید. روزتان بخیر. یا خدایا با سر این دختر سنگ افتیده است. خود را احتیاط کنید. مرحمت. قطعی زهرا رو بین. چی شده از سیوال؟ بسیار آدمی خاکسار است.
تمام. کاوالر رو فهمو. بله تو از زنی من دور گردد. او چی گفتن میخواست؟ من تماما نفهمیدم. از تهمت ناگهان خدا نگاه دارد. خانم زهرا، این کس راهزن همین محله است. هر قدری که برای اصلاحش دعا میکنیم اما هیچ اصلاح نمیشود. پس من هم دعا میکنم. میگویند که با دعای کرموش باران نمیبارد. سلام دخترها. مادر جان چرا شما اینها رو میبردارید؟ هیچ گپ ندارد عزیزم، بس این نیست که داملوزیا و زهرا در بیرون دیدم. بله در اینجا بودن. چرا نیستادن؟ میایستادن صحبت میکردیم. چرا رفتن؟ مادر جان کار داشتن. البته راست، به نزدیکی توی دارد. بگذار کمی سیر و گشت کنم. السلام علیکم خانم سلن. ساز هستید؟ باز تو؟ بله باز کی میشود؟ بعد اینقدر شرمندگیت تو چخل میتوانی با من روبرو شوی؟ تو چخل آدمی نمیشدنی هستی؟ من تماما نمیفهمم. خانم سلن افسوس بسیار، اگر شما ما را شناسید همقدر دوست میدارید که پیشانی هم کشود، چشمهایم تیز، دلم به خدا همین خیلی پاکه که همه دخترای شهر پیش شباز مرا میخورن. با من چی؟ با من چی؟ میشینم در اینجا با تو سه و چور کرده؟ هر روز گفته رفته در باغ سر یک پیاله چای صحبت میکنه. باز چای میگوید این آدم، باز چای میگوید. دیوانه میشوم. شکرش پرابلم نیست. فانتا کولا چای چالو. نه من نمیدونم با تو چی کار کنم. خوبش من رفته بسود از بالای تو شکایت میکنم. حتی از اکای اونال برای خودم محافظ میگیرم. ای خانم سلن مرا به حالم گذار. میفهمی مرا راحت گذار. خانم سلن نیستید؟ من شما را به یگان گمانی بعد محافظت کردنی بودم. یه دختر را گوش کن سلن. چیکار کنه ایستادید؟ این بی عقل یاری دیگه. خانم سلن اومدم. سرده مرو. الله سرده گفتم. بی عقل چیکار میکنید؟ واه چشمانم سوخت. راسیدم. نجوم دست برده. مسئله دست برسونید نابکار. درست ایستا. حاضر نجوم ایستا. البته دکتر را به صحیح فکر کرده. خب استید خانم سلن، شما رو نجات دادم. تشکری زیاد. محافظ شما این رازن را دستگیر کرد. رحمت. خیر است. خیلی خیر، برادرم مرده است. چه؟ برای تشخیص کردن آمدی؟ شما از کجا میدانید؟ از آسمان پسرم، خودش معلوم است که. بیا یک جای میرویم. آیسته مرا انتظار شوید. کنی بینید معقول می شود. چخیل بوده است؟ خیر چخیل می شود؟ این حکایه رو با دیگران چخیل باور کنانه؟ همش رو حال کردم.
راحت باشید. اون دختر اکتریس خوب است. راستش پولی زیاد طلب کرد. بعد کارش باز با او فیلم کردنمون در کار. بسیار خوب. تبریک میکنم. کاری خوب کردی. تو چی میکنی در اینجا؟ یک رفیقمون رو زیارت کرده زود میبریم کمیسر. کانون با کاری پلیس دخالت نکن. استغفرالله کمیسر، مرا خطا نفهمید. من هیچگاه با کاری پلیس دخالت نمی کنم، اما تا جسد کلتا کلاس رو نبینم آرام نمی شدم. با من چی؟ کمیسر لطفا مرا بفهمید. وقتی تشخیص کردن جسد مرا هم با خودتان گیرید. چی میکنید در اینجا؟ کمیسر آرام شده نمیتوانم، به خوابی بکشم. مرا فهمید لطفا آخر. شوکت تنها تو همراه همون بیا رفتیم. گذر. چلیکاتون جنبانده میتوانید؟ بعدی تاثیر کرد. خمیلش چلیکای پوچتون کار میکنن؟ انیق او کلتا کلاس بود؟ بله کمیسر همون بود. او بود ها؟ او بود. تو چه خیل فهمیدی؟ روی شناخته نمیشد؟ رفیق کمیسر، برادری چندین ساله هم رو چه خیل نشناسم. آخر او برادری من بود. چقدر آدم دروغگو هستی؟ تو میگفتی که کلتا کلاس رو نمیشناسم. کمیسر من این رو کی به شما گفتم؟ کدام وقت گفتم؟ از اون وقت تا این وقت یک دنیا کار گذشته است. برادرم بود. برادری ما بوده. روزا همش میگذرد. خاموش. وقتی تیم گریه نکن. مگر شما ندیده در دستش رسم کلتا کلاس بود؟ به اینش چی میگویه؟ برادره ای برادری جانبی. بیای شرینر بیای بیای برادرم زیبا زیر باید شرینر سردار بخشید که من خدمت خمیدن نتونستم. برادرم بخشید مادام که وضعیتشان خوب نیست امسال به اجاره پولی لاوه نمی کنم. میلش پدر جان، میلش بسیار خوب. میلیس جان، ما با باید نردی بازی میکنیم، تو هم آمده با ما بازی کن. کار دارم پدر جان. این جوانها را هیچ نمیفهمم. به تلفن چسبیده دنیا را فراموش میکنن. میلیس، تو چی قدر شد با بابایت بازی نکرده ای؟ بابا جان، یک روی نکرده با من بازی کن. فرخ، تو تماشا کن که دو بازیگری کسبی چخیل بازی میکنند و بیاموز. این دفعه به شما غالب میشوم. بیا بازی را سر کن. سر کردیم. میلش ببینیم. 4 و 5 بازی کنید. لبه این شب نمی شود. آن دختر نمایش داشته است. چند هفته می شود که این را انتظار بوده است. پگاه می آید. خرمایلش هیچ گپ نی. تو پگاه تیاری می بینیم. بای بای. بخیر است تولین جان، کی بود؟ یک دوستم یک خبری خوش داد. چی خبری خوش بود است؟
کار چی فروخ؟ به گپ‌های زنکی هم دخالت میکنی؟ براری کار نوبت من؟ نوبت من است بابا جان. درباره آن آدم هیچ چیز نمیدونیم. آیا تو درباره شوهرت همه چیز رو میدونی؟ البته میدونم. دونی هم تا حال خرسند نیستی، پس معلوم میشود که همه چیز رو دانستند کافی با نبوده من است. اینقدر گپ نشان نده زورو. گپ رو تاب داده باز با مسئله خانه‌داری من نبر، مرا مثال نیار. این موضوع تو است. این قدر سال از مناسبت های جدی گریختی. میدونم که اویلا برپا کردن میخوای. شخصی انتظار شدهت رو یافته نتوانستی، همش رو رد میکردی. این آدم رو از کجا یافتی؟ تو به شخصی انتظار بودم، آخر همین است. در انتظار دامولا بودی؟ بله، شخصی انتظار بودم. دامولای محله بود. به امام ها عاشق شدن مگر گناه است؟ یعنی زنی دامولا شدنی؟ بله، زنی دامولا میشوم. نگاه کن، لکه نکاح کردیم. زنی دامولا بود است. تا تخم پختن را یاد نگرفتی و زنی دامولا شدنی؟ بسیار خندآور است زورا. تخم هم میپزم، شیرینی هم میپزم. گپی دیگر داری؟ با این نگاه کن، چقدر زبانش دراز است. تخم هم پخته میتوانست است و شیرینی هم. هر یک چیز میپرسم. چرا درباره کی بودنی وای پرسیدم تو خب کردی؟ خب نکردم. خب کردی؟ خب نکردم. اپا جان، درباره من خواطر بودنت رو میدانم، اما این آدم را در حقیقت من میشناسم. البته عزیزم، تو خوب میشناسی. تمام. او از همه زیادتر خواندن کتاب قرآن را دوست می‌دارد. فیلم های حجبی را بسیارتر دوست می‌دارد، چون که عمر انسان کوتاه است و او را در غم و غصه گذراندن نمی‌خواهد. بله عزیزم. خوراکی دوست داشته‌اش باشد شوربا است. اکنون قانع شدید؟ نه. باور نکنی، نکن. از پای کار شدن در کار. مایلش برادر. حالا با خونه خودش باید برگرده. با گلفروش با اون نامه میفرستیم. تو فقط در نامه چی نوشتن را بگو. نمیدونم، حالا یک سرود بود که کدامش کو یک بخوام؟ خوندن رو چیکار میکنیم؟ با ما این لازم نیست، شعر لازم است، مصرع ها لازمند. مایلش تو اولش را بگو، شاید دمامش به یادم آید. یا خدایا، این که باشد. نمیدونم. آقای اکرم میخواد با شما چای نوشد. آقای اکرم چای؟ بله. مایلش، من لباس هایم رو عوض کردم میایم. مایلش. این اکرم کار دیگر ندارد. کار از فقط قنچای نوشی هم برادر. خیر کنی بگو چی بنویسیم؟ چی؟ بگو. من از کجا دانم؟ یکون شعری عاشقی نوشتن نمان لازم نباشد. حاله اون نل رو در حیاتش نمیبخشد و چی گناه کردنش رو هم نمیدونیم. درست میگویی، خونهشون رو نمیدونیم. ای اکا در قیسینگلت میشود که تو باید بدونی که به حاله چی معقول است و چی نه. به همون فکر نداری؟ از کجا دانم شوکت که با او چی معقول است؟ یکان شعر بگوی، من می نویسم. نویس. قلبم نویس. صاحب قلب من. همین جویش را زور گفتی برادر، دوامش رو بگوی. عزیزم، صاحب قلب من. دوامش؟ یک دم خبیز شوکت، تو هر لحظه فکرم رو میبوری. این در نوشته نمیتوانم. یا خدایا، اولش رو خوب گفتی، دوامش رو بگو آخی. عزیزم، صاحب قلب من. تمام اومد. تمام انا اومد. باز کی اومد؟ در این خانه تنگ تو بزور خودم رو میخونجم. من نمیخوام سیم آدم را. کی اومد؟ کی میآید؟ من بس نیستم مگر؟ استغفرالله، عجب آدمی عجایب بوده ای. در حال قهر میکنند. عزیزم، صاحب قلب من، بیا به پیش من. دامولا، با خدا که بعدی با اویله‌مون در آمدنتون گویا با خانه‌مون خورسندی بخشیدید. استغفرالله خانم. بله درست است. بگذار چنین باشد. زهرا با خانه در شویش با شما و با اویله‌مون داخل کردن شما بسیار هم کاری خیر کرد. تشکر زیادی انگا جان. مادر جان، با شما چی شد اینقدر تغییری افتاده؟ بگذار سلامت باشند. برای فایدت این همه کارها گفتم به حال خودشان گذارم. اگر خواهی رفتارم رو عوض کنم. نه
انقدر دوام دهید. домло лабай каме дар бораи оилаатон нақл мекардед. яъне дар бораи оилаам хотираҳои зиёд надорам. чӣ хел яъне ҳеҷ чиз ба ёд надоред? тулин ин гапҳо ҳозир чӣ лозиманд? не ҷаноб, ҳеҷ гап не. мефаҳмонам. як рӯзи тирамоҳ вақти баргҳои дарахтон рӯи раҳро пӯшонда буданд, хӯрокҳои пухтаи модарамро ҳеҷ фаромӯш намекунам. маззааш неву бӯяшон дар ёдам аст. ба фикри ман аз маззааш дида бӯяшонро дӯст медоштам, хусусан самбусаашонро. ва ҳар гоҳе ки инро ба ёд меорам, модарам пеши назарам меояд. хайр, хонум Тулин, дар хотирам фақат инҳо монданд. зиё, писарам, бубин, ман туро писар мегӯям. акнун ту ҳам фарзанди ман ҳастӣ. ташаккури зиёд, ҷаноб. агар ту ҳам хоҳиш дошта бошӣ, дар ҳаққи раҳмати падару модарат як хайрот карданиям. аммо ҷаноб... исто. ин қадар зуд эътироз накун. инро сидқан мехоҳам. шояд рӯи он раҳматиҳо инро хостанд. мехоҳам гӯям ки як хайрот карда бо мардумон дар ҳаққи падару модарат як дуои хайр кунанд ва баъд рӯҳи раҳмати падару модарат бо хости худо шод хоҳанд шуд. агар хоҳед ман дар ин кор ба шумо ёрӣ диҳам. бисёр хуб мешавад, бисёр хуб мешавад. ин фикри хуб аст бобоҷон. азизам, падарҷон, ман ин хабари хушро ба Фарух расонам. ташаккур ҷаноб, миннат дорам. бисёр хуб мешавад, бисёр хуб. фарух азизам, кор карда истодаӣ? бале, ҳисобу китобам бисёр аст. вай домлозиё омад. дар поён ба мо аз хотироташ нақл кард. ҳама он қадар ба ҳиссиёт гирифтор шудем ки фарух, падарат чӣ қадар одами хайрхоҳ аст. албатта ҷонам. барои волидайни домлозиё маърака кардани аст. ба фикрам бисёр кори хуб аст, савоб дорад. ту чиҳо мегӯӣ фарух? не, ақли ту ба ҳеҷ чиз намерасад. ман мегӯям ки падарат домлозиёро ба ҷои фарзандаш гузошта барои волидайни ӯ маърака кардани аст. мерос аз даст меравад. ту бошӣ хуб мегӯӣ. ту маро девона мекунӣ. ақли ту намерасад. ба хайр аст дар ин шаби ки омада бошад? хайр ҷаноб, иҷоза диҳед, ман меравам. домуло, чӣ суҳбати зебоӣ доштем? ҷаноб, бисёр дер шуд, барои ҳамин... он қадар ҳам дер нашудааст, шинед? саҳар намоз аст, барои ҳамин равам. намоз, худо қабул кунад. ташаккури зиёд, шабатон бахайр. خانم هله به شما گل فرستادند. با من؟ کنی گرفته خون؟ خونم؟ بیخون کنی چی نوشته هستی از نه؟ عزیزم صاحب قلبی من مرا ببخش. در فکرم در روحم تنها تو هستی. با کجای نگاه کنم تو رو میبینم. میدانم تو رو بسیار رنجاندم، اما اکنون من به تو نمیتوانم. این گلها را قبول کن. به خانه‌ات برگرد زنک جان. پای جان، یزنم را ببینین قدر زیبا نوشته است. کنی بینم اینش چی باشد؟ کنی؟ روخت به ایتالیا. از همه مهمان خونه قیمت. اپا جان، یزنم تو را بسیار دوست می داشته است. ایتالیا ها؟ این دفعه از پشت روزنهای ایتالیوی شده به سرش بلا میخرد. انشالله همه دعایمان اجابت شود. آمین. تا این وقت عقلش در کجا بوده؟ دخترم با عقل باش، با یک گل در حال آب نشو. بگذار
از تو عذری زیاد پرسد. جناب با من اجازت. مرحمت داملا. خانم حله در اصل یعنی با جمع که تا حال با او شناس نشدن بسیار شما رو دست می داشته است. خوب شما و خونه‌تان زودتر برگردید. تشکر. من شما رو گسیل کنم. زحمت نکشید. هیچ گپ ندارم. تا بازدید. شبتان بخیر. سلین چند تخم نوشته شده است؟ 5 تخم میدوزیم عزیزم. 1 2 3 و تمام. 4 5 تمام. آنها دیگر به کار نمی آیند عزیزم. الکی تخم شکنی رو یاد گرفتیم. من آنها رو تازه میکنم. اول اینش رو تمام کنم. کنی رفته بین در یخدان یگان تخمی دیگر موند. ما این خیل شهر نبسته بودیم زورو جان. فقط باید به تو گویم که چه خیل پخته می شود. یعنی من نباید به این کارها دست زنم زورو جان. قهر نکن. سیلین تو هم گذاران دیده با تو تخم بیار گفتم. بین هم خودم عصبی هستم. چه خیلی کار قیم بوده سا؟ تو چی فکر میکردی؟ این فقط آغاز کار از زورو جان. آردمی انداختی خوب تر میشود. همین عصبت رو ویران میکند. با تو چی که من ارد میاندازم یا این که نه؟ خدایا هیچ یاردمت رو ندیدم سیلین. شاید رشک کردم. به همین حالم. بسیار زیبا شده ای زورا جان. بسیار زیبایم ها؟ به خدا که بسیار زیبا شده ای زورا جان. باز مسخره میکنی ها؟ اوه ای زورا تو هم مثل من زیبا شدی. چه خیلی که تو اون واقعی روزن رو به همه خانواده تو نقل کرده من رو شرمنده کردی. من هم این پخت و پزی تو رو نقل کرده تو رو شرمنده میکنم. فهمیدی؟ تمام. سیلی خمیرش تو نکامده است. چرا نمیشه؟ اینقدر قهرم رو نیار. من اینجا در باره روزن نقل دارم. تو باشی در باره خمیری تروشت گپ زده ایستاده ای. آی تمام دوگونه جونی ما. بپشمو نشوی. با یاردم چی از نن بد رفتار کردی و او رو پس زدی. او باشه تو رو از راهزن خلاص کرد. نگفت که چرا تو رو از راهزن خلاص کرد؟ تو این رو شوخی نفهم. در حقیقت خطر رو اثر گذرونده ام. مردنم ممکن بود. باور کردم. مرا یک سو گذار و خمیره چی شده ایستاده است. تو باور داری که همین خیل باید باشد؟ من از کجا دارم؟ گفتگوی تو رو کردم. من با بخوری با دوستانم بروم. خیر تو بازدید. مالش عزیزم. خودت را احتیاط کن دخترم. مالش پدر جان. خانم حله به شما باز گل فرستادن. این دسته گل برای کی باشد حله جان؟ این دفعه اونال در حقیقت دلت رو شاد گرداند. با 2 دسته گل نبیره زیبایی مرا فریب میکرد است. بگذار دود به زیر پایت افتد عذاب کشد و آنگاه قدر و قیمتی تو را میفهمد. بابا جان کالتا کلوس مرده است. اونال از این بعد اصلاح میشود. امروز کالتا کلوس مرد پگاه دینازور پیدا میشود. دینازور نابود میشود. قورباغه پیدا میشود. این آدم از تو کارش را پیش میگذارد. از من یک گفتن. نشیده خانم چرا قهوه ما را تا حال نآوردید؟ آقای اکرم بله. زهرا در آشخانه شیرینی پخته ایستاده است. وضعیت آشخانه برای قهوه پختن مساعد نیست. سببش می 1 دقیقه. زهرا آشخانه با آشخانه در آمده است؟ بله. عجبا.
همسری خوب بودنش رو به همه نشان دادنی است. عشق به چی کارها قادر است؟ اینقدر سال نبیرم که یک تخمم نپخته است. خوراک‌های با لذت با دست خودش پخته را به بابایش میخوراند. وای خوب. چرا من با تو الیمن میدیم تو نمیگیری؟ قسم خوردم نمیگ. یگون تنگای دادای تو از حقم نمیگذرد. من برای تو پول کار کردم، باید الیمنت رو بگیری. واهمه کنی رو بس کن و از اینجا رو. به خاطرت گیری یگون تنگای تو به من لازم نیست. گوش کن، مرا گوش کن. این پول ها رو دولت همچون نفقه برای تو جدا کرده است، باید بگیری. یکمش که تو علکه شواری من نیستی، دویمش این که من عریضه داده بودم که از نمی که روزم پول نمیگیرم. وای 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 وای، حالا همین خیله؟ من بعد همین خیل. من خودم رو تامین میکنم. ای نمی تو حال در همین جایی؟ مهمان ها رو ناراحت کرده ایستاده ای. رو آکا التماس حاضر وقتش نیست. شما هم با همین آدم های چسبیدید، بگذارید رود آخیر. یک طرفیست. آکا حاضر باز شطه میخوریم. بیو یگان جای موفق یافته و رو لطو کوب میکنیم. رفتیم. اگر تو مرا نمیداشتی من رو پارا میکردم. سلام خانمان. سلام دامولا. این دو شخص شما را ناراحت کردن؟ واهمه کرده از اینجا رفتن. دامولازیو لابای فرصتم نشد. تبریک میکنم. شنیدم که با زورو نکاح کرده ای. ها بله، تشکر زیاد. تنها خواست خداوند است. انشاءالله بخت من هم کشوده می شود و مانند شما مردی پیدا می شود و من هم با او خونه دار می شوم. انشالله خانم سیوال، انشالله. امیدوارم خدا با شما این خیل مرد را توفیق میکند و شما خونه دار می شوید. انشالله. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. سیوال تو با دامولا چی ها گفته ایستاده ای؟ به خدا من رو شرمنده کردی. به نزدیکی بختی من هم کشاده می شود انشالله. عیب است عیب. کجایش عیب است؟ زورا دامولا رو به دام افزونده است. عیب نیست. دعای من عیب بوده است. سفسطگویی رو بس کن. زهرا به این چی علاقه دارد؟ نکاح کردن رو کجایش عیب است؟ بعضم وقت چی گفتنت رو نمیدونی. بیا به درون رفتیم. پس چی کار میکنیم؟ بخیر است دخترا؟ راحتان رو گم کردید؟ بابا جون، من بعد زورا رو در آشخانه زود میبینید، چون که به شوهر شوندهش باید به دست خودش خوراک پزد. ها بابا جان، من به کارهای آشخانه شروع نمودم. عالی. از ریشای سیاهی دامولازیا بوسه کردن میخواهم. آمده عاقبت تو رو با آشخانه فرستاند. آفرین. اما از آن پختت قسم کلانش را میخواهم. به نشیده آن را نشان نده. تمام، قسم زیادش رو با شما میبرم. تمام. عالی جناب. با مزه. راست میگویید؟ بسیار خوب آمده است. دستتون درد رو نبینه. در حیاتم یکم بار پختم. معلوم می شود که مادرزاد کدبانو بودم. البته. بسیار ملزم. باوری دارید که با مزه است؟ بله بسیار خوب. پس من دائما برای شما میپزم. تنها برای شما میپزم. خودم حتی نمیخورم. نه خانم، یعنی زحمت نکشید، چون که مانده میشه به زهرا خانم. این خیلی شیرینی ها رو پختن خیلی مشکل است. مانده میشه. میپزم در 5 ثانیه همش رو میپزم.
نشیده خانم این چیست؟ شیرینی پخته زهرا. این شیرینی برای سنجش به لابراتوری می رود؟ یا اینکه من می خورم؟ آقای اکرم، دکتر چند مراتب آگاه کرده بود. می دانید که خوردن شیرینی به شما من است. همین قدر داده می توانم. پس اگر من از گوشنکی بمیرم شما جنازه مرا با نماز پیشین یک جای کرده خوانید. خوب همین رو می خواهید؟ این چی است؟ این چی است؟ چی است؟ قاشق را ده. آقای اکرم چی شد؟ بیمزه است؟ بیمزه هم کف است. بیمزه هم کف شد. این رو به هیچ کس نده. خوردگی میمورد. ایسا ایسا از این بطولین 3 پاره برده بده. درا سردارم باز چی گپ؟ لوین چی گپ؟ به شما یک قوطی آمده است. خواستم با دستان خودم به شما بیارم. خواطر نشوید. سنجیدم آوازی سواد نیست. 100% در درونش بمب نیست. کی فرستاده است؟ ینگای حل فرستاده است. از همسرم؟ پسرم همسرم چرا به من بمب فرستانه؟ سردارم مکر این زنها با هیچ کس معلوم نیست. وقتی عصبی شدنشون بسیار خطرناک میشوند. بمانده چوی؟ زنک جان عزیزم اونال خوب هستی؟ خوبم. تو خوب هستی؟ امشب یک جای خوراک میخوریم. تو رو خوراک میگویی؟ نمیدونم. کنی یک بینم وقتم میشود نمیشود. یعنی اگر بیکار باشم چرا نی؟ این طور باشه من تیاری میبینم. مایلش تو باستید خوش اومدی سردارم. تبریک میکنم اونال. تشکر زیاد سردار. کار کلتکیلس رو با آخیر رسوندی؟ بله. تو را از قفایش بسیار همدمان اما عاقبت به دست افتاد. بله سردار همین خیل. آفرین به تو. همین خیل دوام ده. تشکر زیاد سردارم. سلامت باشه. روز بخیر مودی. ای سردارم ما کاری کرتکلس رو با آخر نرسوندیم چون که اویدی مردن کرتکلس یگان دلیل انیق نداریم. سنجش دینکه گذراندن ما در کار. خاموش خاموش. کرتکلس مرد. موضوع را پوش دیگر نکشا. کرتکلس مرد من زنده شدم. اکای اونال. اوه سلین خوش آمدی عزیزم. خوش باشید. من برای عریضه نویستن آمدم. ها تمام. همه ای کارمندان بندند. خیلی خیلی میکنیم. تو اینجا شین انتظار شو. من یک پلیس بیکار را اینجا روان میکنم. عریضت رو گرفته میروه. تشکری زیاد. خواهش میکنم این وظیفه ماست. مرحمت شین. خوش آمدید. باز تو ای خدایا توبه. سلین نوم داشتی ها؟ حالا باشد خانم سلین عریضت رو من میگیرم. واقعا کی در کجا و چی طور رخ داد؟ از همه مهمش هنگام رخ دادن حادثه کدام قهرمان شما رو نجات داد؟ مرحمت گپ زنید. این روبین خودش رو تعریف میکند. من 1000 بار تشکر گفتم بس نبود. علاوه بر این تا آمدن شما من خودم رو با گازی اشک‌آور نجات داده بودم.
ба ин нигоҳ накарда миннатдории худамро баён кардам. шумо аз ман чӣ мехоҳед? ба замин ҳамчун як полис ин вазифаи шумо нест магар? набошад дар навбат истед. ба худо акай унал гуфт ки рав ариза он духтаро гӣ ки ҳолам гирия дорад, вагарна ман намегирифтам. ту боши нози очатро мекунӣ, полис интихоб мекунӣ. агар полис интихоб кунӣ марамат дар навбат ист. хез бо ки ариза менависад? биё марамат биед. навбат бисёр зиёд аст. ман худамро нороҳат ҳис кардам. аризаамро гиред лутфан. нафаҳмидам. мегӯям ки ман нороҳат шудам. аризаамро шумо мегирифтед? лутфан мегӯяд шумо? лутфан. майл аст. модоме ки ин қадар хоҳиш мекунед, марҳамат аз аввалаш нуқта ба нуқта фаҳмонед. исто аввалашро худам менависам. левент ҳаёти маро наҷот дод. инро менависам. бале, албатта. духтар, тезтар гап занед, мардум дар навбат истодаанд. тезтар гап занед, мардум нигоҳ доранд. худоё тавба. ором бош селин. ором. бо ишёи том, чизе ки дар кор шавад, ман дар дарун ҳастам. монда набошад хоҳар. ташаккур. домуло зиё дар куҷо аст, намедонед? дар хонаи оғои акраб. ба он тараф рост равед ва ба тарафи чап гардед. ташаккур. чаро пурсидед? одами паст зану фарзандонашро партофта ба инҷо омадааст. ташаккур. доллар пасту баланд шуд, аммо қарзро бо қурби пешина гирифтам. хубӣ кардам онро фаҳмиданд? мумкин фаҳмиданд. хаб кардед азизам? шумо омадед, мо хаб мекунем. кадбонуи номӣ омад. язнам дар куҷост? ман уналро даъват накардам. вай не, язнаи навам. ё ин ки аз ширини пухтаи ту бемор шудааст? аз пухтаат каме меъдаам дард кард. камтар нороҳат шудам. ӯ ҳам нороҳат шудааст чӣ? баъзеё бисёр ҳам писанд омад азизам. мелис, пухтангир духтарам, дастона дардро набинанд. ба шавар шавандат таомҳои бо лаззатпаз. ҳамаш бояд ҳақиқӣ бошад. ҳангоми ба он ҷо даромаданат ҳама бояд бовар кунанд ки ту зани домуло ҳастӣ. фаҳмидӣ? хавотир нашавед оғои чағатай, ҳамааш мисли хостаи шумо мешавад. номашро гиру гӯшашро каш. домуло зиё, хуш омадед. вақте ки шумо ба хонаамон медароед, бовар кунед хонаамон пурнур мешавад. ташаккур хонам, ташаккур. хуш омадед. ё худоё, ба хайр аст иншолло. аҷаба ки бошад дар ин соат? ки мешудааст? рафиқатон шавқат набошад? худо набошад. бисёр хандидем, оқибаташ ба хайр шавад. оғои акрам, лабай, дар назди дар як хонум домулозиёро мепурсанд. як хонум омадааст мегӯӣ? бале, аммо хонуми ношинос. ки аст? намедонам. шояд аз маҳалла ягон зан бошад. зани деҳотӣ аст, аммо аз маҳаллаи мо нест. хайр, бигзоред дарояд. ҳозир. марҳамат.
مولای ساختکار، تو ما را در دهات گذاشته با این دختری بای خانه دار میشوی ها؟ حیف بر تو، حیف. خداوند جزایی تو را دهد خانه بود درت بسازد مولای ساختکار. من